امام رضا علیه السلام فرمود قال الله تبارک و تعالی، خدا میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، خدا میگه بنده من هر جوری به من گمان باشه من با همون گمانش باش برخورد میکنم. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگه بنده من به من خوشگمان باشه، حسن ظن داشته باشه، باهاش خوب برخورد میکنم. اگه بنده من به من بدگمان باشه، سوء ظن داشته باشه، باهاش بد برخورد میکنم. هر جوری به خدا نگاه بکنی همون جوری خدا باهات برخورد میکنه. اونی که حسن ظن داره، خدا دممو داره، خدا مراقبمه، خدا رفیقمه، خدا همینجوری باهات برخورد میکنه، دم تو داره. اما اونی که سوء ظن داره میگه خدا با من کاری نداره، با من قهره. خدا میگه خب تو که اینجوری هستی خیلی خوب، چیزی برای تو نمیفرستم. منی که بدبین به خدا هستم میگم خدا با من کاری نداره، خدا با من قهره، خود من در و پنجره روح خودم به رحمت رو بستم. خب خدا میگه تو ظرفیت نداری، خودت تقصیر داری. اگه خوشگمان باشید ظرفتون بزرگه، خدا توش میریزه. اگه بدگمان باشید در و پنجره رو بستی.